در آن زمان فضای پرتنشی حاکم بود. ما مجبور بودیم در اسرائیل 2 خودرو اجاره کنیم، یکی از یک شرکت اسرائیلی برای رفت آمد در مناطق اسرائیلی و یکی از یک شرکت عربی برای رفتن به مناطق فلسطینی. در غیر این صورت اگر با ماشین اسرائیلی وارد مناطق فلسطینی می شدیم، ماشینمان را سنگسار می کردن. ما دستار عربی قابل شناسایی را جلوی شیشه ماشین گذاشته بودیم، چون به ما گفته بودند این علامتی است برای فلسطینی ها که ماشین را سنگ نزنند. و باز هم ما نگران بودیم. روم معتقد بود که زمین این خانواده غار واقعی مکپلا، یعنی محل دفن ابراهیم و خانواده‌هاش را در خود جای داده است. او قبلا این موضوع را به آنها نگفته بود و می‌دانست که این مسئله موضوع حساسی خواهد بود، چون آنها عرب بودند و در الخلیل نزدیک محل سنتی این غار زندگی می‌کردند. این داستان طولانی است و در این بخش، یعنی بخش اول، به تاریخچه این خانواده و ارتباطشان با این قطعه زمین می‌پردازیم. نمی‌توانم چهرهایی را نشان دهم و هویت آنها را محفوظ نگه خواهم داشت. آنها خانواده فوق‌العاده‌ای هستند و با ما درست همانطور رفتار کردند که ابراهیم با هر غریب‌هایی که به خانه‌هاش می‌آمد رفتار می‌کرد.